داستان از اونجا شروع شد که ما امسال هم یلدا تنها بودیم. یکی از دوستای مهدی ما رو دعوت کرد به قایقشون و ما هم با کمال میل پذیرا شدیم. رفتیم، واو چقدر جذاب، و هر کسی تا الان نرفته بود نصف عمرش برفنا بود. کلی جذاب بود، کلی زدیم و رفتیم و خیلی بهمون خوش گذشت. همه دختر پسرای خفن و باحال که از سراسر دنیا دور هم جمع شده بودن. اینم من و همسر که داریم از این لحظات حسابی لذت میبریم. بعدم وسط اقیانوس وایسادن و دختر و پسرا با هم پریدن تو دریا و چقدر بهشون خوش گذشت. هم هوا گرم بود و هم شرجی. این آب حسابی به موقع بود. بله، دارید میبینید که خانوما چقدر جالب شیرجه میزنن توی آب و چقدر دختره خوشگل و مانکنی. به به. اینجا هم همسر میبینید که از هیچ لذتی فروگذار نبود و از همه چیز لذت برد و حسابی بهش خوش گذشت. ولی از حق نگذریم، با این تدارکی که مهدی داده بود که من شب یلدا تنها نباشم خیلی بهم خوش گذشت. حسابی بازی کردن و کلی اینجا داشت بهمون خوش میگذشت. بعد هم که دیگه همه خسته شده بودن و هر گوشه نگاه میکردی دوتایی‌ها با هم مشغول بودن. پس تصمیم گرفتیم چشامون رو ببندیم تا برسیم. اینم رسیدیم اسکلا و مهدی از دوستاش خداحافظی کرد و رفتیم پایین و چقدر شب خوبی بود. اینم از یلدای امسال ما. امیدوارم به شما هم خیلی خوش گذشته باشه و امیدوارم سال دیگه هر کسی هر جای دنیا که دوست داره کنار عزیزاش باشه. فداتون، بفرستین برای دوستاتون.